بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 آذر ماه 1404 شهرستان نورآباد، بخش چواری، روستای جشنیوند. خدا رو شکر امسال برف زودرس داریم. شاهد یه هوای خوب و برفی هستیم، اصلا خیلی قشنگ و برفی، هوا عالی. واقعا هوا دو نفره است که ما دو نفره عکس هم گرفتیم با بچه‌ها. حسابی تو روستا جاتون خالیه دوستان، خیلی باحاله. یه روستای کوچیک و قشنگ. کلا 5 تا خونه‌وار هستیم، هم پسرعمو و برادر و فامیل هستیم. الحمدلله خیلی هم عالی، بدون حاشیه، بدون دغدغه، عالی، همه چی خوب خدا رو شکر. برف هم که اومد، کشاورزی هم به لطف خدا رونق میگیره الحمدلله. انشالله که خوشی باشه برای همتون، آرزوی سعادتمندی برای همه، به خصوص ایران عزیزمون. زنده باد ایران!